شما توی یه رابطه تا چند سال اختلاف سنی خوبه؟ یعنی تا چند سال اختلاف سنی باعث میشه که به مشکل نخورن؟ یا اصلا موافق این هستین که یه فرد بالای 18 سال با یه فردی که پایین 18 ساله با همدیگه وارد رابطه بشن؟ اصلا چه عواقبی داره این موضوع و این رابطه‌های سمی؟ امروز قراره راجع به رابطه سمی صحبت کنیم که همینجوری شکل گرفت و پایانش به مرگ یک آدم معصوم ختم شد. پس با من همراه باشید. سلام خوشگلای من، خوش اومدیم به این ویدیو. من یاسی ام و اینجا چنل منه. امروز اومدیم دوباره راجع به پرونده کیم سرون صحبت کنیم. همونجوری که توی ویدیو اولم براتون توضیح دادم، قرار بودش که اگه اطلاعات دقیقی به دستم رسید دوباره یه ویدیو دیگه راجعش درست کنم، چون من اولین نفر بودم که پرونده رو کاور میکردم. اطلاعات دقیق و درستی راجع به پرونده واسم حالا تو دستم نبود و اینا. و اینکه بچه یه چیزی هم بهتون بگم، از الان پیشا پیش عیدتون رو تبریک میگم. امیدوارم که سال خیلی 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 خوبی داشته باشید و توی سال جدید کنار همدیگه با همدیگه رشد و پیشرفت کنیم. خیلی زیاد دوستتون دارم. معطلتون نمی‌کنم، بریم سراغ پرونده. بچه‌ها توی ویدیو اول من راجع به رابطه کیم سو هیون با کیم سرون صحبت کردم و راجع به زندگی نامه و تصادفاتش و اتفاقاتی که افتاد و تئوریایی که دادیم. حالا اول شما برید این ویدیو اول رو تماشا کنین و بعد بیاین و این ویدیو رو ببینین، چون که اگه ویدیو اول رو نبینین متوجه بعضی از قسمت‌هایی که پرونده هست نمیشین و این اطلاعات دقیق پرونده است که پرونده رو کامل میکنه. اول اینکه بهتون بگم که خاله کیم سرون باعث شد که حقیقت‌ها و تمام اتفاقاتی که افتاده بود فاش بشه. همه اینا رو با خاله کیم سرون صحبت کردم و مصاحبه کردم باهاش و همه اینا رو توی مصاحبهش گفتم. بریم صحبت کنیم راجع به پرونده. کیم سرون همونجوری که واسهتون گفتم از سن پایین کارش رو شروع کرده بود، یعنی از سن پایین حرفه بازیگری رو شروع کرده بود و کلا با بازیگرای بزرگی در ارتباط بود. وقتی که تقریبا 15-16 سالش بود اون جایزه بهترین بازیگر نوجوان رو به دست آورد و کلا خیلی معروف شد. پرونده برمیگرده به سال 2015، یعنی وقتی که کیم سرون فقط 15 سالش بود. موقعی 15 سالش بود سر یکی از پروژه ها بودن که اونجا با بازیگر معروف ملکه اشک‌ها یعنی کیم سو هیون آشنا میشه. ولی این آشنایی عاقبتی خوبی واسش نداشت. وقتی که با هم دیگه آشنا میشن کیم سو هیون 27 سالش بوده. بچه‌ها کیم سرون 15 سالش بوده و کیم سو هیون 27 سالش بوده که این روابط هم توی ایران و هم توی کره جرم محسوب میشه. بچه کلمه‌شو من نمیتونم بهتون بگم، ولی اون دیگری که اینقدر محبوب بود و ما دوستش داشتیم رسما بوده. شاید هم یوتیوب حتی به نوشته‌اش هم گیر بده، ولی خودتون میتونین متوجه بشین که چه اتفاقی داره میفته وقتی که یه بچه 15 ساله که هنوز عقلش کامل نشده و نمیدونه خودش کیه کجاست، صرفا چون بازیگر بوده حالا با کیم سو هیون 27 ساله که یه فرد بالغ بوده، یه مرد بالغ بوده تو رابطه بود. خب ما کاری به اینا نداریم. این رابطه 6 سال طول میکشه، یعنی تا از سال 2015 تا سال 2022. حالا همه 2 تا احتمال میدن. احتمال اول این که میان که کیم سو هیون واسه خودش یه کمپانی را میندازه و حالا اون موقع کیم سرون بدون که ازش دستمزدی بگیره چیزی بگیره توی کارهای حالا کارگردانی، ویژوال، هر چیز دیگه که فکرشو بکنین کارهای به درد بخوری که میخواسته بدون که ازش دستمزد بگیره کمکش میکنه، کمپانیش میره بالا. و بعد از اون که توی سال 2022 تصادف میشه. بازم میگم برین این ویدیو رو ببینید چون من راجع به تصادف کامل اونجا تعریف کردم براتون. حالا بازم اینجا تعریف میکنم براتون. همونجوری که میدونیم توی سال 2022 کیم سرون تصادف میکنه، اونم وقتی مست بوده. این خلاف قوانین کره است که وقتی مستی نباید بشینی پشت فرمون و رانندگی بکنی و یه خسارت 700 میلیون وون به بار میاره که خودش اون موقع میخواسته خسارت رو بده، ولی کیم سو هیون
میاد پادرمیونی میکنه و خسارتی که به بار آورده رو میده. چون خود کیم سرون هم با اینکه جدا شده بودن ولی خب تو همون کمپانی بوده و با هم دیگه کار میکردن و اینا، میاد پادرمیونی میکنه و خسارت و چیزایی که حالا ضررایی که زده بود و میپردازه. باشه یه چیزی هم یادم رفت بهتون بگم، وسط اشاره کنم، اون زمان کات کرده بودن اینا، یعنی مثلا 2-3 ماه بعد از کات کردنشون بوده که یه اتفاق واسه کیم سرون میفته و کیم سویون میاد و پادرمیونی میکنه و واسهش حالا اون خسارت رو از طریق کمپانی میپردازه. ولی خب این خسارت تا وقتی که کیم سرون توی کمپانی بوده نگفتن بهش که خسارت رو پس بده، گفتن هر وقت بعداً تونستی میتونی خسارت رو به ما بپردازی، ولی همون لحظه ازش نخواستن که این خسارت رو پس بده. بعد از جریان تصادف هم که پیش میاد، همونجوری که من توی ویدیو اول بهتون گفتم، کیم سرون دیگه نه پولی داشته نه چیزی، محبوبیتش رو به طور کامل از دست داده، قراردادش با کمپانی تموم شده و کمپانی دیگه نپذیرفتتش، چون که دیگه همه محبوبیتش، شهرتش، هر چیزی که داشت از دست داد و منفورترین آدم توی کره شده بود توی 2022. من واقعا نمیدونم، کارش درست نبود اما لیاقت اینم نداشت که اینقدر باش بد برخورد کنن. بعد از اون کمپانی شروع میکنه به درخواست کردن از کیم سرون. اون موقع بهش گفتم پس نده، ولی الان که قراردادش رو به اتمام بوده و تموم شده بود، بهش میگن که باید تمام خسارتی که زدی، اون 700 میلیون وون رو به ما پس بدی. خب اونم 100% کیم سرون همچین پول بزرگی رو نداشت بده، بچه 700 میلیون وون چیز کمی نیست. واسه همین میگه که حالا سعی میکنه دوباره کیم سرون با کیم سوهیون در ارتباط باشه، باش تماس میگیره، میره جلوی در خونش، ولی کیم سوهیون هیچ اهمیتی بهش نمیده و این وسط کیم سرون مجبور میشه به خاطر جلب توجه کیم سوهیون عکسی که اون زمان با هم گرفتن، که این عکس رو حالا میذارم براتون و تامنیل ویدیو قبلا بود، توی اینستاش پخش کنه و همه میبینن، همه متوجه میشن. اون زمان همه میگن تو میخواستی شهرت کیم سویون رو خراب کنی، اما داستان یه چیز دیگه بود. اون فقط میخواستش که با اون در ارتباط باشه و یه ارتباطی بینشون برقرار بشه که بهش بگی که من الان واقعا ندارم که پولتو بهت پس بدم. و کیم سرون هم به خالش اینا گفته بود که من اوکی پولو بهش پس میدم، ولی الان ندارم که بهش پولو پس بدم. پس این همه فشار و اینا رو میخواسته فقط یه ذره خودش کم کنه که بتونه با سخت کار کردن این پولو بپردازه. هرچند اگرم کلی سخت کار میکرد نمیتونست این پول به این مبلغ، به این گندگی رو بپردازه، ولی تمام سعیش رو داشت میکرد که یه ارتباطی بالاخره بینشون برقرار بشه. بعد از اونم که کمپانیای کیم سوهیون باش تماس میگرفتن یا انتقاد میکردن، البته همه انتقادا رفته بود سمت کیم سرون، کسی که اصلا توجه نمیکرد به کیم سوهیون که بهش بخواد حالا هیت بده، انتقادی بشه راجبش. همه داشتن راجب این دختر بد میگفتن که آره تو میخواستی چون که شهرت خودتو از دست دادی و دیگه محبوبیتی نداری، حالا میخوای من شهرت و محبوبیت کیم سوهیون هم خراب کنی، میخوای با این کار چی رو نشون بدی. همه شروع کردن به انتقاد کردن ازش. این انتقادا انقدر زیاد بود که کیم سرون دیگه اصلا حال روحی خوبی نداشت و از مالیش هم که اصلا خوب نبود. پس میتونست فقط یه کار رو انجام بده، خودشو دقیقا توی روز تولد کیم سوهیون به قتل رسوند. توی خونه خودش خودکشی کرد و بچه خیلی سخته، نمیتونم سرش صحبت کنم. آره خودشو به خاطر این موضوع کشت رسما. و حالا احتمال دومی که همه راجبش صحبت میکنن این که کیم سوهیون اصلا کمپانی درست نکرده و در اصل اینا توی کمپانی فقط به عنوان بازیگر کار میکردن و حالا کیم سوهیون سرمایه گذار بوده ولی خودش اون کمپانی رو درست نکرده بوده. یعنی یکی از پایه های مهم اون کمپانی کیم سوهیون بوده که بعد از اینکه حالا قراردادش کیم سرون تموم میشه، اون ازش درخواست پول میکنن و این جریانا. بچه 2 تا احتمال داشت که من هر 2 تا رو بهتون گفتم. حالا باز اگه اطلاعاتی به دستم اومد حالا یا تو کامنت ها واسهتون توضیح میدم، پین میکنم یا یه ویدیو دیگه راجبش درست میکنم. امیدوارم که این پرونده دیگه زودتر درش بسته شه،
چون من واقعا تحمل ندارم راجع به مرگ یه دختر جوون دیگه صحبت کنم. خیلی ممنونم که این ویدیو رو تا اینجا تماشا کردید و امیدوارم هرچی که سوال داشتین توی مغزتون رفت شده باشه و هر سوالی که بهش فکر کردید یا دوست داشتین که بدونین چه اتفاقی افتاده توی کامنت ها ازم بپرسید. همشون رو میخونم، جواب میدم. خیلی 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 دوستتون دارم و مرسی که این ویدیو رو دیدید. بوس بهتون تا ویدیوهای دیگه و پرونده های دیگه. بای.